یه نفر رد میشد، دید یک دست فروشی داره داد میزنه، زردآلو کیلویی 2 تومن، هستش هم میدیم کیلویی 4 تومن. رفت گفت که داستان چیه؟ چرا هستش رو میدی 4 تومن؟ گفت به خاطر اینکه هسته زردآلو عقل رو زیاد میکنه، اگر میخوای عقلت زیاد بشه هسته زردآلو بخر. گفت 1 کیلو بده به. 1 کیلو هسته زردآلو خرید و برد خونه و چند تاشو شکوند و 2 تاشو خورد، 3 تاشو خورد، یهویی به خودش اومد. گفت ای داد و بیداد، این چه کاری بود؟ زردآلوشو میگرفتم میآوردم، هم زردآلوشو میخوردم، هم هستهشو میشوندم، مغزشو میخوردم. این چه کاری بود؟ ضررم نمیکردم و اینا، به نفعم هم بود. رفت پیش کی؟ پیش دستفروشه، واسش داستانو تعریف کرد. گفت دیدی گفتم هسته زردآلو عقل زیاد میکنه، الان عقلت زیاد شد، چه زودم تأثیر کرد آخه. حالا اینو عرض کردم خدمت بینندگان و شما که بگم هر چیزی در زندگی بهروز جان یه بهایی داره و بهای دانا شدن، بهای عرضم به حضور شما از ساده لوحی بیرون اومدن گول خوردنه و باید بخوره. نارفیقی ببینه، نمیدونم نامردی ببینه، خیانت ببینه که دیگه کمتر کسی اعتماد بکنه. اگر 1-2 بار گول بیشتر بخوریم دیگه نادانیم. درست. و شاعر گفت فهمیدم اما دیر فهمیدم که نادان را از هر طرف هم که بخوانی باز نادان است. باور میکنی من تازه فهمیدم نادان رو از اون برم بخونی میشه نادان؟ باورتون میشه؟